سلام دوستان، دوباره من اینجا، ولی یکم دیر وقت، اندک آرومتر. خب صدای کم کم، آرام، آهسته. اصلا این پک و پک یه چیله. اومدیم آیکان پیک بزنیم، کلی پک بزنیم و شما از بعد این پیکا دیگه فکر کنم تو گیم نیومدن. آره اشتباه. اینجا رو نگاه، 3 تا آیکان پیک دارم. ببین اصلا نمیخوام فکر کنم، اصلا من نیستم، من وجود ندارم. بده یه چیز. ببین هنس بریم افتاد، خودش فهمید چی آشغالیه. اصلا کی اینو آیکون کرده؟ خوک کثیف. من رئالی ام ولی این خوک کثیف جالبه، خیلی جالبه. من میگم این اگه کلایورد باشه، چی نکنه؟ کلایورد نباشه یا استوریج گفت اوکی، برای اولیش من میپذیرم. اصلا ولش کن، اصلا برو پایین. خب پسر خوب، البته من قرار فوش ندم. آخه پسر خوب، آخه عزیز من، عشق من، کس مادره، کس تو که همش هستی. یعنی چی؟ ببین از هلند تا انگلیس، از آلمان تا خود آلمان، هر کی هست. 2 تا بالا، یکی پایین، چپ راست سر در دایره هستن. آره خلاص، از آخر به اول. 5 پلی استایل دادی. این چه آشغالی بود. من راستی هدف کودبولیته. اگه نمیدونیم بدیم کودبولیته، اینه هدف. اینو بدم نمیاد دروغ نگم، خداییش همین. اصلا این آخری ولش کن، اینو دوستش دارم صرف. ببین اینم نمیداد دیگه، من قهر نشم. چند کاه هست الان؟ این اصلا 10 کاه. خوبه برای فودر، خوبه. شاید بگی چرا برای فودر. بیا اینجا الان بهت بگم. قاعدتا برای سوال میشه دیگه، این کارت اتو چرا برای فودر؟ به اینجا هیچی نداره. 69 تا پک اصلا خودش. آره اسکواد من نگاه کن پسر خوب، سفیدتر از این حرفا. باز این داینامیکا لود نمیشه، عصبی میشم. خلاصه که آره. تازه اینجا هم بلان 99 میاد. احتمال زیاد پس تمپرزنت رئال مادرید هم بذارم. یک بار اینترنت خوب باشه تیم شما دست بچینیم بریم اشغالی بکن. حتی میلان هم میشه. آره خوبه. پس تمپرزنت خواستی به پیک تو کامنت هم بگو. خب الان اینجا رو دیدی، الان یک کات میخوره 3 تا آیکون پیک دیگه. الان گوچی تاپ تیری استانه، کافه میگه یه چی بده برسیم و جون ننم. پیزامو بد کردم سقف ترمپیلا جوز زدم. دفاع بلاکم سال بود منم. دو بچه میپره رو مثل یوز بلد. پاس بده جوینت و جیب رو، بعدی میاد پیشم بدن لاتینو. بچه میدونه به میگن چرا بابا، ولی به هم میگه پاپا زیتو. میخوام پومه تازی سیرو، یانگر فره شد 14 کردم پیلو. بچه خود ریو دو جانیبو. خب سلام عزیز من، اینجا رو نگاه کن. بین مریض اومدیم ورزش 3 و فینا اینا هیچی. خب بین مریض یه سری پک کرافین دارم. این پلن اینجوریه که این اکانت رو از صفر شروع کردم، بدون بازی کردن میخوام بیارمش بالا. این یه بخشش رو اینجا داریم، یه بخش دیگه که ویدیو داره کامل در خودش، فقط توش پک میزنیم. دسته چرا تو دستت گرفتی پسر خوب؟ خلاصه که ایناش پک و کرفتینگ رو دارم کنم. و بعد پک اوپنینگ تیمش رو بهتون کامل نشون میدم. هیچی نداره من. آره دیگه. خب فقط امیدوارم اینترنت یاری کنه. اینجوری بکنیم که
کرافتینگ و واسه این کرافتینگ قبلی هم روش مونده و یه 10 تا 85 نمکی فوتیزه. ال فودر نات بد، چون تو اون اپیزود بعدی میخوام توش چیزم بذارم، آیکونم بذارم. اگه اومدی آیکون ببینی بمون تا آخر ویدیو، 3 تا آیکون پیک دیگه داریم. خب به پکا رو داری که اصلا من میگم اینو بزن، حتی به غلط دیگه این گوه نخورد. رودری حاجی این پک رو نگاه کن، فوتیز تموم شد. پکلاک من زر نزنم، پکلاکم خوبه ولی پکلاک توی نکن تو نکشت. برسه بوش هاری ایت برده. خب 86 5 تا این از این چیزا فکر کنم. آره از این ال دیگه واقعا ال قیمتش نوشته اصلا ال یا نه. این پک 86 5 تا تو سیزنی که توتی اومده بود لول یکی مونده با آخرش بود، ملت همه از این توتی میزدن، به من سرش 86 تا هیچ وقت یادم نمیره. به مشکل فنی خوردیم میریم. خب دوستان این پکه که یه لحظه به مشکل خورد باز شد و همون باز نمیشد بهتر خود چه چیزی فهمید گفت برو گفت ببین که ریده پکلاکت نمیخواد بمون. چون این اکانت رو من کلا این اکانت مال رو پلی استیشن بود، چقدر آروم صحبت کردن سخته. رو پلی استیشن و من رو پی سی کلا بالا میارم فقط با وب. بعد وقتا ارور دیگه میگه مشکی برو یه سر و اکانت بزن اصلا. برای همین اون ارور از اینه. فوتیز 99 بس ال دیبروینی حالش بخیر این کارتش لاک از این بیشرف تر دیگه. این اکانت رو همینجوری دارم فقط نمیدونم چرا ولی دارمش. قبلا رو پلیستشن میدم شیپ شیفتر اولیسه این فکر کنم توش داره هست. آره شیپ شیفتر اولیسه رو داشت. به فودری خوب داد بر اون اپیزود بعدی میتر کنیمش 84 70 بسته و در به دره. ببین یه تو خود بسکشی یه لحظه ببینم از ضبط هستی اونی چند. خب 87 تا که هیچی نمیده برش کنم توتس ولی خوبه هرگی این برای این کار من این زمان میدادم ولی بهم ندادش. 96 97 خوبه به کار میاد. شمس به دل نماز 86 10 تا من نمیدونم بعد این کار من این زمان میدادم ولی بهم ندادش که بهش بدم پس بهش ندادم. اگه تو هم بهش ندادی این ویدیو رو لایک کن. 85 30 تا که باشه آخر دیگه پسر خوب. 84 25 تا پلی فکر کنم من دارم میبینم. حاجی خدایش اینو دقت بکن چرا این شکلی چرا خوب داد ولی پکش ریتی چرا این بچه رو این شکلی داینامیکه چشاش داره در میاد ببین خیلی بده. خداییش ریتی که خوب داد یعنی قشنگ از تو در میاد ولی خب فودر ریخته دیگه. خب اینم پک آخر رو بزنیم اینو برای آیکانا یک منم لایکش کنم پس شما این لایک ارور خورد پک اوپنینگ میشه ندیدیم. پس الان جا داره بگم دختره که انیمه بیاد بالا رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده این ارواح مقروق مردگان رها شده با گوشه چش نگامون میکردن آجرا تو وسط خونه بی جون خونه های فقر وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک دست ما ساز شد من از پشت کشیده شدم توی طوفان من پنجه ها مشت تو پنجه هات باز شد از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم مثل همه سایه ها جدا شدیم و جوونه ی کوچیک رو نهار زندگی. ببینیم پایه یه چیزی هستی همچین ازتون سوال میکنم نه مثلا اگه بگیم نه من میفهمم. خب چاقال اینو اینجوری کوچیک میکنیم VPN رایگان. خب اینجا که
صفحه پلیر شده شما نمیبینید من چه چیزایی دارکی دارم اینجا. بیا عکس آوردم واسه رولت کنی بذاره رولت عکس رو نگاه کن. داشتم میریدم. ببین سر پک رو فقط من میگم ببینیم. این اول داپلیکیت کیو داده ها؟ داپلیکیت اولیسه. ترسم از اینکه اولیسه بهترینش باشه. از این گوشه آقا آرمان خودت کمکش کن. فوتیزه همینو فهمیدی که فوتیزه. ملیت و دک و داستان سالیوه. رقصیدیم همون یه لحظه نرقصیم بریم و بیایم بس رقصیدیم. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. قصه 1001 شب میشه بود و خوندنی شد. عشق عشقای قدیما با تو میشه خط خطی کرد. میشه شاه قصه ها رو یه گدای بابتی کرد. دوستان من اومدیم تو اکانت یکی از رفیقای گل مای برادر علی عشق پیامی هم که به برام فرستاده و بعدش رو برات این یک جایی میذارم ببینید جالب بود برام. من میگم با تو خامون بیا همینجور رولتی هم بکنیم دیگه همه چی که آماده است. خب از این گوشه چون مثل چون بات رو آنه بهترین ریت و اولیه داره. بکن بایر علی جان ببخش چشام برق زد هنجه رو دیدم این چی بود؟ نمیگم فوتیزه اشتباه نکنم ملیتش رو ببینیم بزنه هلند زد آرژانتین فران درسته؟ زانتی دیگه بدتر. من به نشانه اعتراض برای شما هنجی رو بردارم. خب دیگه آرسنالی هم هستی دیگه راضی باش هنجی بسر خوب چه اینقدر که چه اونقدر که به خدا. خب این هم بهترین اولیه کنسل بکن باهر دوباره ویرای شیپشفتر ورژن رو ببینید این هم فوتیزه انا دوباره میزنه آرژانتین کهیر بزن. آلمانی خوب نداره گرمولر بله 5 پلی استایلی خداییش 5 پلی استایلی کی براتون تا حالا پک کرد؟ برو بریم آخریش این جالب شد استویچ گفت یعنی 98 بزنه خوب باشه من این بچه خوشحال میشه. علی جان سوپر زدن دیگه قبول کن قبلی خودم ببین اینا رو ببین. خب برادرم خدافظ.